یعنی اگر ما طلاق ندونیم هیچ کس هم بچه یا اگر طلاق ندونیم مثلا نسل بشر ممکنه منقرض شه. خب ولی اگر واقعا در آستانه بچه دار شدن این شخص ولی میخواد تصمیم بگیره برای این موضوع، مهمترین سوال زندگیش الان این باید باشه. مهمترین سوال زندگی اون الان این نیست که به خدا برسم یا نرسم، اینه. چون همین بچه ممکنه اون رو برسونه، ممکنه نرسونه. متوجهی؟ پس اگر در اون مرحله قرار داره، مهمترین سوال دنیای خودش رو پرسیده، حتی مهمتر از این که حقیقت چیست. الان حقیقت چیست برای اون این تعبیر میشه: بچه دار شوم یا بچه دار نشوم. اگر جواب این سوال رو بده، یک قسمت از جواب حقیقت چیست رو جواب داده: بچه دار شوم یا بچه دار نشوم. اگرم بچه داره که دیگه خب لابد به یه قسمتی از حقیقت یا جواب داده یا جواب نداده. ببین مردم چجوری بچه دار میشن؟ من به تو میگم اونطور بچه دار نشو. فقط بچه‌ای. مردم بر اثر عادت بچه دار میشن، بر اثر یک وظیفه بچه دار میشن، بر اثر یک روال بچه دار میشن. ازدواج کرده باید بچه دار بشه، انگار یک جزء لاینفکه. مردم بر اساس حالا اونایی که بچه دار شدن رو الزاماً ممکنه اونها بر اساس چیزهای دیگه‌ای بچه دار شده باشن، ممکنه هم نه بر همین اساس ها. مردم عمومشون، نه همشون، بر اساس تصاویر ذهن خودشون بچه دار میشن. یعنی یک تصویر مادر رو در خودش داره و بعد از اون تصویر لذت میبره. یه روزی من بچه داشته باشم، حس مادر بودن. ولی تو عمق این تصویر چیه؟ تو خودت رو فدای یک تصویر نکن. تو چه میدونی توی اون تصویر چیه؟ پشت اون تصویر چیه؟ چقدر این تصویر فریبنده است یا نیست؟ ما نمیگیم بچه دار شو یا نشو، ما میگیم فقط اول نگاه کن تو چرا میخوای بچه دار شی. این چرایی تو در سرنوشت بچه تو هم موثره. اون بچه از چی برآمده؟ قصدی که در روح اون بچه کاشته شده چیه؟ اگر بر اثر اجبار بچه دار بشی، بر اثر عادت، بر اثر تحمیل، بر اثر رقابت، بعضی بر اثر واقعا رقابت بچه دار بشی، به خاطر حرف مردم اگر بچه دار نشه اینجوری تحت فشار مردم قرار میگیره. حتی ازدواج که باز مهمتر از این بچه دار شدنه. ازدواج، بچه دار شدن اگر بر اساس اینها باشه، نه، باطله. حقیقتا یک نوع خودکشیه. اگر بر اساس اجبار باشه، اگر تحمیل باشه، اگر بر اساس عادت باشه، اگر بر اساس فشار باشه، قانع کردن دیگران باشه. تو اونو امروز قانع کردی ولی تو یک عمر بعد از این میخوای خودت تنها باشی. یک روز یک نفر از دست تو خوشحال میشه، حتی روز دوم هم خوشحال نیست از دسته. چون کسی که امروز بهانه از تو گرفت فردا هم میگیره، فقط نوع بهانه‌اش تغییر میکنه. امروز بهانه میگیره، میگه مثلا این گله چرا این شکلیه، فردا میگه این گله چرا اون شکلی نیست، شکل دیروز. برای این اساس بچه دار نشو. ولی اگر تو حقیقتا بچه دار شدن رو دوست داری، تو بدون تصویر خالصانه مستقیما بچه دار شدن رو دوست داری، یعنی واقعا عشق می‌ورزی به یه بچه دار شو. بعضیا میگن بچه دار بشیم تا زندگیمون چی بشه؟ محکم‌ترین. چه حرفیه؟ مگه بچه بخیه است؟ خب معنیش این میشه دیگه.
ببین یه زخمی اینجوری باز شده میخواد یه بچه یه بخیه بزنه روش اینجوری بشه. بر این اساس بچه دار نشو، ازدواج هم نکن. بر این اساس میگه رابطه بین ما سرده، یه بچه بیاریم. مگه بچه همونی که میدونی؟ میفهمی؟ یعنی همش بچه اینجا وسیله میشه بخاری، میشه مثلا بخیه. بر این اساس بچه اگر رابطه تو سرده فرار نکن، ریشه جایی دیگه. بچه اون رو نمیتونه حل بکنه. اگر رابطه تو سرده، تو بچه هم بیاری، بچه به یک فاصله تبدیل میشه، بچه یک سرمایه بزرگتر رو با خودش میاره. ولی اگر تو بچه رو دوست داری، اگر بچه‌ای که بچه محصول دوست داشتنه، آره اون بچه بهتره زودتر دنیا بیاد. بچه‌ای که محصول دوست داشتنه، محصول نزدیکی دوتا روحه، نه محصول دوری دوتا روح. بچه قربانی به دنیا نیار. اگرم به دنیا آوردی از خداوند معذرت خواهی کن، چون بچه میشه قربانی احساس تو، قربانی سرمایه تو، قربانی تنهایی تو، همش قربانی این بچه، قربانی آرزوی دست نیافته تو. تو خودت آدم موفقی نشدی، میخوای یکی دنیا بیاری که موفق بشه. چطور ممکنه؟ و بعد تو هدفت رو ببین. اگر بچه همسویی با اون داره، دنیا بیاد. در مورد ازدواج هم همین موضوع، چون مثلا تو همین سوالاتی که تقریبا هر شب به ما میدن، یه تعدادش راجع به ازدواج. راجع به ازدواج هم همین موضوع هست. بر اساس علل مرسوم بهتر ازدواج نکرد. بر اساس آگاهی، بر اساس نور ازدواج کنی، روشنی. تو خیالات ازدواج نکن. خیالات به خیالات منجر میشه. خیال چیه؟ باطله. ولی به این معنا نیست که ازدواج بده یا بچه دار شدن بده. بچه دار شدن در وقتی هماهنگ باشه با نور خوبه، ازدواج هم همینطور.